درود به همگی دوستان، صفحه نات پیکسل رو مشاهده میکنید. نات پیکسل میدونید که نسخه جدید از پروژه رسمی خود نات کوین هست. خب قبلا هم این پروژه به صورت نسخه بتا آماده شده بود و ما آشنایی کامل باهاش اکثرانمون داریم، اما من یک سری توضیحات و نکات رو خدمتتون عرض میکنم. این بخش TNT که مشاهده میکنید، شما از این بخش میتونید با پرداخت استار یا همون ستاره های تلگرام که آموزشش قرار داده شده TNT دریافت کنید و اینجا میتونید خرابکاری کنید. مثلا به رو پرچم روسیه با TNT یه بخشی رو بزنید منفجر کنید. این قسمت ردی که اینجا مشاهده میکنید، این قسمت شارژ چند برابری تعداد پیکسل های شماست. ببینید شما میتونید اینجا پینت انجام بدید. اوکی، مثلا صفحه رو که حالا 2 انگشتی زوم کنید یا از طریق این به علاوه و منها زوم کنید، پیکسل خودتون رو میتونید اینجا با زدن این گزینه پینت کنید. اوکی، اگر این رد رو خریداری کنید با سرعت بیشتری براتون پینت تکمیل میشه و میتونید پینت بیشتری انجام بدید که اون هم نیازمند پرداخت هزینه استار هست. یه سری توضیحات هم راجع به این بخش بالایی خدمتتون عرض کنم. از اینجا وارد که میشید یه بخشی وجود داره برای ماین کردن خود پیکسل. خب اینجا میتونید پیکسل ماین کنید. در حال حاضر فعلا فکر میکنم به علت شلوغی و بارگذاری این نسخه جدید یک سری مشکلات وجود داره. حالا برطرف میشه قطعا. بهتون یه سری تسک و مأموریت داده، میتونید اینوایت کنید دوستاتون رو و مقداری پیکسل دریافت کنید. از این بخش مأموریت ها یه سری بخش مأموریت پینت زدن وجود داره، دعوت 3 دوست وجود داره، توی یک قبیله حضور داشتن وجود داره که هر کدوم اینها رو شما تکمیل کنید و انجام بدید بهتون مقداری پیکسل میده. قسمت بعدی قسمت بوست هست. اینجا با خریدن این بوست ها یه حالتی مثل بوست هایی که تو داخل ایردراپ های دیگه هم وجود داره. مثلا تعداد ضربه هاتون رو بالا میبرید یا شارژتون رو بالا میبرید، اسپیدتون رو بالا میبرید. این هم به همون صورت هست. میتونید با پرداخت از پیکسل هاتون که به دست آوردید اینها رو بوست کنید و لولشون رو بالاتر ببرید. برگردیم داخل صفحه اصلی. این قسمت هم که مشاهده میکنید این استار شاپ هست. اینجا دوباره همون چیزهایی که حالا روی صفحه اصلی هم بود اینجا وجود داره، به علاوه پیپت و فست مود. اینها هم نیازمند پرداخت هزینه استار بیشتر هست که شما میتونید چند تا کالر رو کپی کنید در جا و این بخش هم گفته که پینت پیکسل ویت سینگل تاچ، یعنی میتونید به راحتی با یه تاچ کردن رو صفحه اون پینتی که میخواید رو انجام بدید. ولی خب میگم فعلا من خودم پیشنهادی برای خریدن نمی کنم چون 500 استارز رقم کمی نیست. دوباره برگردیم داخل بخش صفحه اصلی. این بالا قسمت کاپ رو مشاهده میکنید. اینجا اسکواد های مختلف بر اساس لیگ های مختلف وجود دارن که خب میتونید حالا اگر شما هم لیگ اسکواد دارید اینجا حضور پیدا کنید. از قسمت این به علاوه و این شخصیت هم میتونید لینک دعوت خودتون رو بگیرید، دوستانتون رو دعوت بدید. اگر تلگرامشون معمولی باشه 8 پیکسل بابت دعوت دریافت کنید. اگر تلگرام پرمیوم داشته باشن 64 پیکسل بابت دعوتتون دریافت میکنید. دیگه چیز خاصی نداره، نکته‌ای وجود نداره. سعی کنید حداقل توی قبیله حضور داشته باشید و حتما با هم قبیله‌ای هاتون شروع به پینت کنید که اگر خواستن طرح شما رو خراب کنن، آسیب بزنن، زودتر بتونید طرحتون رو بازسازی کنید. فعلا هم فکر می‌کنم اولویت شروع شده و می‌بینیم که برای ساخت پرچم ایران یه گزینه‌ای هم اینجا اینفو وجود داره که شما روی هر پیکسل بزنید، مثلا این پیکسل اینفوش رو میتونید بگیرید که این اکانت برای کی هست. ولی خب حالا چیز خیلی لازمی هم نیست، ولی خب میشه فهمید، یعنی مشارکت ها و خرابکاری ها رو هم میشه اینجوری مشاهده کرد. تو قسمت این رنگامیزیش هم که رنگتون رو انتخاب میکنید با اون حالا طرحی که دارید ست میکنید و میبرید جلو. امیدوارم که همگی رو به جلو باشید، رو به رشد باشید. نات پیکسل
یه ایردراپ معمولی و ساده نیست. نات پیکسل از توابع نات کوین و از خانواده خود تلگرام هست. امیدوارم که جدیش بگیرید. پرروزی و پرسود باشید.